از مهمترین اصول پیلاتس تنفس پیلاتسه که اون رو از ورزش‌های دیگه متمایز میکنه. تفاوتی که تنفس پیلاتس با ورزش‌های دیگه داره اینه که تنفس به صورت بسیار بسیار عمیق تا عمیق‌ترین بخش ریه انجام میشه که ما در حالت عادی نمیتونیم انجام بدیم. پس 10 دقیقه اول رو تنفس به صورت کامل انجام میشه تا حجم ریه بدن بالا بره. هر دو دست رو روی قفسه سینه قرار میدیم. دم از طریق بینی، بازدم از طریق دهان. حرکت در سینه و شونه ها دیده نشه. حرکت باید به صورت جانبی باشه. با دم ریه رو از هوا پر میکنیم و با بازدم ریه تنگ میشه. هوا رو وارد ریه میکنیم. ریه ها مثل یک بادکنک بزرگ از طرف این حجیم میشه و با بازدم و انقباض شکم حجم ریه کم میشه. دم از طریق بینی، بازدم و انقباض شکم و هوا از دهان خارج میشه. با 5 شماره دم میگیریم. تنفس به صورت عمیق انجام بشه. بازدم، انقباض شکم. پیلاتس استاندینگ. روی هر دو کف پا ایستاده، پا به اندازه عرض شانه باز، وزن رو به طور مساوی و متقارن روی هر دو پا به نحوی تقسیم کنیم که تماس کف پا روی زمین احساس بشه. انگشت دوم در راستای زانو و استخوان لگن در یک خط قرار بگیره. لگن رو به داخل میچرخونیم. شکم منقبض، پشت صاف، شونه ها رو پایین میکشیم. چونه موازی زمین، نگاه رو به رو، دست ها رها کنار بدن. حالا دم میگیریم. با بازدم پاشنه هر دو پا رو همزمان از زمین جدا کرده و به بالا میکشیم. بازدم، با بازدم برگشت به حالت اولیه. یک بار دیگه 4 یا 5 بار این حرکت رو انجام بدیم. پشت صاف، بدن باید کشیده و صاف باشه و راستا و قامت بودن بدن در کل حرکت حفظ بشه. دم با بازدم پاشنه هر دو بار روی زمین قرار. استندینگ رول دان. به شکل صحیح ایستاده، هر دو پا، کف هر دو پا روی زمین، پا به اندازه عرض لگن باز، انگشت دوم در راستای زانو و استخوان لگن در یک خط قرار میگیره. شکم منقبض، شونه ها رو پایین میکشیم. لگن رو به داخل میچرخونیم. چونه موازی زمین، نگاه رو برو. دست ها آزاد کنار بدن. دم میگیریم. چونه به گودی گردن نزدیک میشه. بالا تنه رو از جناق سینه مهره به مهره به سمت زمین خم میکنیم و تا جایی میریم که انگشتان به کف زمین برخورد کنه. کف سر مماس با زمین. در طول حرکت پا باید، این زانو باید کمی خم باشه و زانو نباید قفل بشه. تو این حرکت مونده دم میگیریم. با بازدم مهره به مهره شکم، بالا تنه، تا بعد گردن و چانه موازی با زمین قرار میگیره. کسایی که دچار کمردرد و زانو درد هستن میتونن دست خودشون رو روی ران قرار بدن و الزاما خیلی خم نشن و فقط زانو رو بیشتر خم کنن. به این حالت این حرکت در بین استراحت در بین حرکات دیگه انجام میشه. چونه به گردن نزدیک، بالا تن از جناق سینه به مهره خم کرده و انگشتان تا جایی پایین میاد که به زمین برخورد کنه. کف سر مماس با زمین. زانو کمی خم باشه. دم میگیریم. با بازدم برگشت به حالت اولی. حرکت 4 پوینت نیلینگ به صورت 4 دست و پای صحیح.
قرار بگیریم. دست‌ها دقیقاً زیر مفصل شانه، پاها دقیقاً زیر مفصل ران قرار میگیره. کف دست‌ها روی زمین، انگشتان از هم فاصله داشته باشه. ساق پا به موازات هم قرار بگیره و پنجه پا پوند و کشیده باشه. روی پا چسبیده به زمین باشه. آرنج ها قفل نشه. ناحیه داخلی آرنج روبروی هم قرار بگیره. دم میگیریم. شکم منقبض، گودی کمر پر بشه و کمر گود نشه. چرخش لگن رو انجام بشه. سر در راستای ستون فقرات باشه. پشت صاف. دم میگیریم. بازدم به همین وضعیت قرار میگیریم. دم بازدم. دم بازدم. شکم منقبض. دم بازدم. وزن نباید روی دست ها بیفته. عمده وزن بدن در کمربند قدرت هستش. حرکت پوینت اند فلکس. حرکت پوینت، حرکت مچ پا رو به پایین که در این حالت انگشتان از پا دور میشه و پاشنه به ساق پا نزدیک میشه. حرکت فلکس که پاشنه از ساق پا دور میشه و انگشتان به طرف داخل زاویه 90 درجه قرار میگیره. انگشتان نباید به داخل شکسته شه بلکه نسبت به مچ پا زاویه 90 درجه قرار میگیره. پوینت فلکس. پوینت. افرادی که برای اولین بار این حرکت رو انجام میدن ممکنه دچار گرفتگی شدید عضلات بشن که باید این حرکت به آرومی انجام بشه. پوینت فلکس. پوینت فلکس. حرکت چایلد پوز. این حرکت در بین استراحت در بین حرکات دیگه انجام میشه. در حالت 4 دست و پا و حالت رو به شکم در وارد این حرکت میشه. هر دو انگشت بزرگ پا رو به هم چسبونده، بین زانوها کمی فاصله باشه، پشت کاملا گرد و خمیده باشه. به این حالت باسن رو به پاشنه پا نزدیک میکنیم. دست ها از هر دو طرف در امتداد سر کشیده و کشش رو در ناحیه ستون فقرات احساس کنید. در همین وضعیت قرار میگیریم و دم و بازدم رو انجام میدیم. سینه باید طوری قرار بگیره که آزادانه بتونه عمل دم و بازدم رو انجام بده. کسی که دچار عارضه کمردرد و زانو درد هستن میتونن زانوها رو کمی از هم فاصله بدن و الزاما لازم نیست که باسن رو به پاشنه پا نزدیک کنن. دم بازدم. بدن کاملا کشیده. حرکت سیتا پارتزان. روی زیر انداز به صورت تاق باز دراز کشیده. هر دو دست رو پشت سر قرار میدیم. انگشتان دست رو در هم قلاب میکنیم. سر و کتف ها رو به سمت جلو گرد میکنیم تا جایی که به تیغه کتف ها و جناق سینه برسین. یعنی قفسه سینه باید بسته باشه. یعنی فاصله آخرین دنده ها تا دو سر استخوان لگن کم شده باشه. به اصطلاح کنتاک پیش بیاد. خب در این حالت که قرار گرفتیم حالا 10 ضرب به سمت جلو میزنیم. پس به نزدیک شدن آخرین دنده ها به ابتدای لگن دقت کنید. 10 ضرب میزنیم. بازدم به عقب برمیگردیم. یک بار دیگه
نگذارید که سرتون عقب بره. نگاه باید به عضلات شکمی باشه. نگاهتون به سقف نیفته. نگاه به عضلات شکمی باشه. دقت کنید آرنج‌ها به سمت زمین نیفته. هنگام بالا آمدن و گرد شدن سر به عقب نره. نگاه به عضلات شکمی. اگه این حرکت درست انجام بشه باعث انقباض عمیق عضلات شکمی و همچنین راسته شکمی میشه. این حرکت رو در 3 ست 10 تا اجرا کن. حرکت سیتینگ رول دان، روی زیرانداز نشسته. هر دو دست زیر زانو قرار بدین. چون موازی زمین، نگاه رو به رو. انگشت دوم در راستای زانو و استخوان لگن در یک خط قرار بگیره. پاها هم عرض لگن باز باشه. پشت صاف. 4 مهره انتهایی کمر رو روی زیرانداز قرار میدیم. در کمر گودی ایجاد میکنیم. حالا بالا تنه رو به سمت عقب میبریم. همزمان پاها رو از زمین جدا میکنیم. نگاهمون از رو به رو، سپس با پایین رفتن کامل بدن به سقف بیفته. تصور کنید که حشره رو از رو به رو تا سقف دنبال میکنه. دم میگیریم. با بازدم ابتدا سر، گردن، ستون مهره ها، کمر و لگن رو روی زمین قرار میدیم. این حرکت رو در 5 ست انجام بدیم. یک بار دیگه به سمت عقب میریم. خودتون رو به عقب پرتاب نکنین، بلکه با چیدن مهره ها به سمت عقب، مهره به مهره به عقب برگرد. توجه داشته باشین که زانو آرنج باید خم باشه. نگاهتون به سقف، سر، گردن، کمر و لگن رو روی زمین قرار. سینگل لگ لیفت. با حالت نیمتاق باز روی زیرانداز قرار میگیریم. پا هم عرض لگن باز. انگشت دوم در راستای زانو و استخوان لگن در یک خط قرار. کف دست ها روی زمین. دست ها رو به سمت باسنسور میدیم که شونه ها پایین بیاد و سر جای خودش قرار بگیره. شکم رو منقبض میکنیم. لگن رو به داخل میچرخونیم. حالا یک پا رو با زاویه 90 درجه عمود به لگن به سقف بلند میکنیم. پنجه پا پوینت باشه با همون انقباض و پنجه پوینت به سمت زیرانداز. پاشنه پا رو نزدیک میکنیم. پاشنه زیرانداز رو لمس میکنه و برگشت به حالت عمود به لگن. میتونید این ست رو در 12 بار برای هر دو پا انجام بدید. توجه داشته باشین که حرکت از مفصل ران در استخوان لگن انجام میشه و پا کاملا منقبض هستش. سینگل لگ سیرکل. به حالت نیمتاق باز روی زمین قرار میگیریم. پا به اندازه عرض لگن باز. انگشت دوم در راستای زانو و استخوان لگن در یک خط قرار بگیره. کف دست ها روی زمین. دست ها رو به سمت باسنسور میدیم که شونه ها پایین بیاد و سر جای خودش قرار بگیره. شکم رو منقبض میکنیم. چرخش لگن رو انجام میدیم که گود کمر پر بشه. یک پا رو با حالت 90 درجه به سقف میکشیم. پنجه پا پوینت و عمود به لگن باشه. حالا دایره زدن رو شروع میکنیم. یک دایره در جهت حرکت عقربه های ساعت 12 مرتبه تکرار میکنیم و بعد میتونیم جهتش رو
برعکس کنیم. 12 مرتبه هم جهت دایره رو برعکس میکنیم. مدت زمان دایره زدن بر حسب زمان دم و بازدم انجام میشه. پای بعدی 90 درجه عمود به لگن. دقت کنید در موقع حرکت از مفصل ران انجام میشه. حرکت از مفصل ران در استخوان لگن انجام میشه. زانو نباید خم باشه، ولی در افراد مبتدی میتونه زانوشون رو یک مقدار خم کنن. در تمام طول حرکت شکم منقبض هستش. لگن به هیچ عنوان لگن ثابت هست و لگن تکون نمیخوره. حرکت به بالاتنه و پایی که غیر فعال هستش منتقل نمیشه. لگن ثابت. 12 مرتبه و جهت عکس. حرکت لگ روتیشن. با حالت نیمتاق باز روی زانداز قرار میگیریم. پابند عرض لگن باز، انگشت دوم در راستای زانو استخوان لگن در کف قرار میگیره. دست‌ها رو به سمت باسن سر میدیم تا شونه سر جای خودش قرار بگیره. شکم رو منقبض میکنیم. لگن رو به داخل میچرخونیم. یک پا رو با زاویه 90 درجه به سقف میکشیم. پنجه پا پوینت. این حرکت در دو وضعیت خوابیده و ایستاده انجام میشه. مهم اینه که این لگ روتیشن رو صحیح انجام بدیم و از مفصل ران انجام میشه و دخیل نکردن استخوان مهره، ستون مهره ها باشه. یعنی پا ثابت و حرکت از مفصل ران انجام میشه. در این حالت پاشنه به داخل میچرخه و پنجه به خارج قرار میگیره. پای بعدی پاشنه به داخل و پنجه به بیرون کشیده میشه. حرکت از مفصل ران در استخوان لگن انجام میشه. حرکت پلویس رول آپ. با حالت نیمتاق باز روی زیرانداز قرار میگیریم. پا به اندازه عرض لگن باز، انگشت دوم در راستای زانو و استخوان لگن در یک خط قرار میگیره. دست ها رو به سمت باسن سر میدیم تا شونه ها به سمت پایین کشیده بشه. کف دست، هر دو دست روی زمین باشه. شکم رو منقبض میکنیم. چرخش لگن رو انجام میدیم. حالا مهره‌ها رو تک تک از زیرانداز جدا میکنیم. از دنبالچه شروع میکنیم. مهره‌ها رو تک تک از زیرانداز، مهره به مهره تا جایی که به تیغه کتف‌ها و کمربند شانه برسیم. در این حالت لگن رو زیاد نیازی نیست که خیلی لگن رو بالا بکشیم، چون باعث فشار بر ناحیه کمری میشه. در این حالت میمونیم. دم، بازدم، کشش رو احساس کنیم. دم میگیریم. با بازدم ستون فقرات رو مهره به مهره به سمت زمین بغلتونین. کمر و دنبالچه و لگن روی زمین قرار میگیره. این حرکت رو 7 مرتبه تکرار کنید. در تمام طول حرکت باید شکم منقبض باشه و برای پایین اومدن میتونید از باسن کمک بگیرید. حرکت 4 پوینت نیلینگ اند بالانس. در حرکت حالت 4 دست و پا میز قرار میگیریم. دست‌ها دقیقاً زیر مفصل شانه، پاها دقیقاً زیر مفصل ران قرار میگیره. کف هر دو دست روی زمین. انگشتان از هم فاصله داشته باشه. پاها به اندازه عرض لگن باز.
و هر دو ساق پا موازی با هم، پنجه پا کشیده و پوند و روی پا کاملا چسبیده به زمین قرار میگیریم. سر در راستای ستون فقرات، گودی کمر رو پر میکنیم و کمر رو به داخل چرخش میدیم. شکم منقبض، شونه ها رو پایین میدیم. وزن نباید روی دست ها بیفته، بلکه عمده وزن بدن در کمربند قدرت هستش. حالا دست و پای مخالف رو همزمان با هم، پا رو در امتداد لگن بالا میکشیم، پا صاف و کشیده در امتداد لگن، دست هم در جلوی شانه صاف و کشیده. دست و پا باید در یک خط صاف و مستقیم قرار بگیره. حالا همزمان شروع میکنیم به ضربات ریز و نرم. توجه داشته باشین که لگن کج نشه و حرکات به میان تنه منتقل نشه. حرکات ریز و نرم. دست و پای مخالف رو بالا میبریم و حرکات ریز و نرم رو انجام میدیم. در تمام طول حرکت شکم منقبض. وزن رو روی دست ها نندازین، بلکه وزن باید روی هر دو دست و پا تقسیم بشه و عمده وزن بدن در کمربند قدرت هستش. حرکت 4 point kneeling cat stretch. در حالت 4 دست و پای صحیح قرار میگیریم. دست ها دقیقا زیر مفصل شونه، پا دقیقا زیر مفصل ران. کف دست روی زمین، انگشت از هم فاصله داشته باشه. ساق پا هم به موازات با هم و پنجه پا کشیده، روی پا کاملا چسبیده به زمین باشه. شونه ها رو پایین میکشیم، سر در راستای ستون فقرات باشه. وزن رو روی دست ها نمیندازیم. عمده وزن بدن رو کمربند قدرت هستش. گودی کمر رو پر میکنیم، یعنی لگن رو به داخل چرخش میدیم. در این حالت جناق سینه رو بالا میکشیم و ستون فقرات رو تک تک به سمت بالا میکشیم که در یعنی پشت کمر گرد و خمیده بشه. به این حالت با بالا کشیدن ستون فقرات همزمان سر به طور خودکار به داخل چرخیده میشه و چونه به سینه نزدیک میشه. بعد که کشش رو کاملا حس کردین، جناق سینه رو بیرون میدین و تک تک مهره ها به هم نزدیک میشه و سر هم به طور خودکار به بالا میاد و چونه از گودی گردن دور میشه. جناق سینه رو به بالا میکشیم، ستون فقرات تک تک به سمت بالا کشیده میشه، کمر خمیده و گرد میشه، سر هم به داخل چرخیده میشه. در تمام طول حرکت لگن باید ثابت باشه. کشش رو حس کنین، جناق سینه رو به بیرون میدیم، مهره ها از هم یعنی به هم نزدیک میشه، سر به طور خودکار از گودی گردن میشه. این حرکت رو 57 بار انجام بدیم. حرکت تریدینگ نیدل. در حالت 4 دست و پای صحیح قرار میگیریم. دست ها دقیقا زیر مفصل شانه، پا دقیقا زیر مفصل ران، پاها اندازه عرض لگن باز. کف دست ها روی زمین، انگشت از هم فاصله داشته باشه، ساق پا به موازات هم باشه، پنجه پا صاف و کشیده و روی پا کاملا چسبیده به زمین باشه. سر در راستای ستون فقرات، شونه ها رو پایین میدیم، لگن رو به داخل میچرخونیم. در این حالت دست راست رو به پشت چرخونده روی زیرانداز قرار میدیم. از زیر دست چپ سر میدیم تا جایی که آرنج از زیر زانو عبور کنه. اجازه بدیم که سر و ستون فقرات هم بچرخه تا کشش رو احساس کنیم. دم بازدم. بعدش حالت اولیه، دست مخالف، دست رو به سمت
خوش میچرخونین و زیر دست چپ عبور میدین تا جایی که آرنج از زانو رد بشه. سر و ستون فقرات رو هم میچرخونین تا کشش رو احساس کنین. دم باز، دم برگشت به حالت اولی. این حرکت رو 57 بار